اول کار بازار با گیریم و قالی اینا شروع کردیم. بعد دیدیم اینجا مقداری به حساب رقابت و این قالی میفروشه و قالی میفروشه، یه کار جدیدی بکنیم. بعد چی کار بکنیم؟ یه کاری بکنیم که کاری نکرده باشه. این چه سالی بود؟ مثلا سال 1999 سال 2000. خب عربا بودن، قلیان بود اینجا، در حد کامرشیالایز نبود، در حد مصرف خانگی، مصرف شخصی خودشون. ما آمدیم چند تا قلیان آورد. حرف بابای ما زمانی بازاری بود، از اینا ماشینای دستباف و جاکت کجا؟ برادر همدان. ماشینای دستباف اینا میفروخت. من روز بشینم حاج آقا این ماشینا بدم، ماشینای ما دستباف که ما می‌خریم مثلا $200 شما همین قیمت $100 هم میدی. خب مشکل نیست، ما اسبی که میفروشیم کاجو میخوام. بعد میان کامبا میخرن، کامبای کلا 50 رو ما بهش میدیم 35. و استفاده ما اینه. نه ما آمدیم گفتیم خب قلیان ما بیاریم. قلیان آوردیم، هر کسی اومد میگه این چیه؟ این مثلا گلدونه یا چیز دکوراسیون. خب قلیون رو کسی اصلا نمیشناخت. خلاصه چقدری آوردیم اینا نمیشه. بردیم چند روزی که دو تا بچه رو گذاشتیم توی کافه ها مجانی. گفتیم بکشیم، مجانی گذاشتیم بکشیم. خب یارو یه ما کشید و بعد یه ما در آوردیمش بیرون، اومد گفت عجب چیزی بوده. گفتم نه حالا نمیشه، حالا میخوای بخر. تو کافه ها گذاشتیم، خریدن و یه باشه باش آشنا شد. حالا خب بعد از کجا وارد می‌کردیم؟ قلیان از مصر و از نه توتونشو از همین 36 نه چیزی روزی 10 تا قلیان اومده، ما 80% پولشون قلیانه. خب بعد یواش یواش قلیان بیشتر مال ایران نیست، مال منطقه میدلیسته، یعنی عربا بیشتر از ما استفاده دارن. حالا شاید چیز بوده. ما بعد قلیان دیگه از این توتونای معطر از مصر و سوریه وارد کردیم. توتوناش آمد و بعد یواش یواش قلیان راه افتاد و این به او گفت و الان میخرن. حالا روز شنبه میشه. حالا این قلیان که ما میفروشیم مصرف بعدش کاجو میخواد. کاجو یعنی چی؟ کاجو یعنی اسبی که میفروشی هم کاه آها بله کاه و جو بله. اینه که میان بعد قلیانی که میخرن مرتب میان دنبال زغال و تنباکوش. استفاده ما تو زغاله، مثل یه کاری ماشینی که میفروشی یدک و بنزینشه. اینه که مرتب. حالا دیگه الان تو استوک ما مثلا تا 2000 3000 تا قلیان هست، یعنی تو تمام کلمبیا جا افتاده. تو شهرها. پس شما به جاهای دیگه هم میفرستین؟ آره به شهرستانا همه میفرستیم. قلیان و تنباکو زغال میفرستیم. بعد هیچ رقیبی فعلا نیومده. دیگه بچه‌ها اومدن و اینایی که ما بودن همه تعقیب کردن و همه قلیان و چیز میذارن. ولی خب بالاخره دیگه میدونم مرکزش اینجاست. بالاخره آره مرکزش اینجاست دیگه. مقول چیز حالا دیگه دوربین تو من یه چیز دیگه بهت بگم، چون این دیگه بی تربیتیه. خواهش می‌کنم. نه اینجا همه محرمه، عیب نداره. نه محرمی نداره. یه داستان کوچیک بگم. خب قبل از اینکه داستان کوچیکتون بگین، این چند نوع قلیون هست؟ خیلیه قلیون. بعد دیگه الان دیگه چون بازار چین اومد، به من نشون بدین. وقتی که چین اومد تو بازار، چین هم قلیون درست میکنه؟ اجازه بده بگم. چین الان کاری شده که میره تمام کشورها میگرده ببینید چی میخوان و که میخوان درست بکنه. از راکفلر پرسیدم تو چی کردی مالتی میلیونر شدی؟ گفت نگاه کردم ببینم نیاز مردم چیه، نیاز مردم برآورد کردم. اینی که چین اومده بازار چیز کرده. این قلیانایی که بالا میبینی اینا مال مصر سوریه است. بعد از همه کیفیتشون بالاتره؟ آره دیگه اینا قیمتش ان شاء الله بالاتر نباشه ولی خب قشنگه دیگه. اینا مال مصر سوریه است تمام بالا. یعنی دیگه اند قلیانه اینایی که 400 250 دلار 200 دلار 250 دلار 250 دلار. چون جنسشان جنس چیزه با چمدان و تشکیلات اینا رو مثلا رایفل آرم اینا چینیه. و اینا چند؟ اینا تقریبا یکی با دلار بخوای بگی 20 دلار میفروشیم. 20 یعنی اونایی که اصلی و بزرگتر هم هستن حدوداً 250 دلار. بعد چینی 25 دلار. اجازه بده از 100 دلار از 50 دلار شروع میشه اصلیا تا 450 دلار بستگی به کیفیت داره. خب چینی‌ها دیگه از 20 دلار شروع میشه تا 30 دلار تا 40 دلار فوقش. خب منی که زیادم راجع به اقتصاد نمیدونم به نظر میرسه که چینی‌ها دارن بازار اونا رو میخورن. خوردن دیگه. خوردن حتی تنباکوه که از مصر میاد اینا آمدن با خط و خطوط خودشان عین اون کپی کردن زدن اونجا با چیزای عربی. ولی خب پس قلابیه.
حالا نمیشه بگی ولی خب درست کردن دیگه. حالا بالاخره الان با شما میتونید تشخیص بدین کدومش چینیه کدومش من آره ولی غریبه ها نمیدونم. چین الان آدیداس از تمام مارکات تمام چیزا گرفتن دیگه. شما وقتی بری چین جنس میدونی $1 بخری تا 200 دلار. بستگی داره که چی بخوای. بازار دنیا رو گرفتن. بعد برای شما که فروشنده هستین هنوز توش منفعت هست با اینکه جنس چینی اینقدر ارزون شده و به اصطلاح فراوونه. حالا ما از چین میاریم قلیانا رو. یه مقدار از چین میاریم مقدار از اونجا میاریم. پس برای شما زیاد فرق نمیکنه. به هر حال شما درآمدتون رو دارین. عزیز کاسب ریتیل آره. ریتیل فروش آره ولی خب بازار چین یه مقداری بازارهای دنیا رو متزلزل کرده دیگه. یعنی الان مس چیزی نداره بفروشه. وای بعضی که دارن مثلا چینی‌ها شلنگ قلیان میسازن. شلنگ قلیان چیز مال روده شتره. اینا اصلا اینا که از سوریه میاریم و از مصر میاریم روده شتره. اینا روده شتر. یعنی دیگه پلاستیک و اینا تقریبا $15 هر شلنگ. 15 بعد چینیش چند؟ چینیش $4 5. ولی خب مارکت اینجا چون به حساب اکثرا چیزا جوانا و چیز میخرن اینه که جنسای چینی بیشتر فروش میره چون ارزون تره دیگه. بله. آره. خیلی متشکرم آقای کوششی. قربان شما.